سلام و روز بخیر بیننده عزیز آزادی. این برنامه نوید بامدادی است و من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. امروز 9 فوریه است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای امروز: رئیس دادگاه عالی سخن سابق شهردار کولاب را بی اساس نامید. نزدیکان یک پلیس تاجیک باور دارند که او از بی احتیاطی همکارش به هلاکت رسیده است. و امریکا بعد از 2 سال به شورای حقوق بشری سازمان ملل برمیگردد. شرح بیشتر خبرها: شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان سخن بهرام عنایت زاده شهردار پیشین کولاب را درباره نبودن عدالت دادگاهی در تاجیکستان گپی خشک و خالی نامید. عنایت زاده را روز 20 نوامبر سال گذشته به 12 سال زندان نظام سخت محکوم کردند، ولی او با نارضایتی گفت در تاجیکستان عدالت دادگاهی نیست. این گفته سابق شهردار کولاب با واکنش تندی رئیس دادگاه عالی روبرو شد. شیر محمد شاهیان روز 8 فوریه ضمن نشست خبری گفت بهرام عنایت زاده در صادر کردن چند جنایت از جمله گرفتن پاره، سوء استفاده از منصب دولتی و غیره عیبدار شده است، هرچند نزدیکان عنایت زاده و خود او این را رد کردند. وقتی که شخص جنایت صادر میکند خودش را باید سوال کرد که چرا نسبت او پرونده جنایتی کردن یا که چرا در کرسی سود شونده نشسته است. وی جنایت صادر کرده است، برای کردارهای جنایتکارانش به جوابگری جنایتی کشیده شده است. این چه علاقمندی دارد با اونه که در تاجیکستان عدالت سودی نیست؟ این یک دعوای بی اساس است، یک گپ خشک و خالی است. در تاجیکستان عدالت سودی هست، با پورگی تامین هست. در نشست خبری دادگاه عالی همچنین قضیه خوجه کریموف و یا خوجه کماندر بررسی شد. رئیس دادگاه عالی تصدیق کرد که پرونده خوجه کماندر به دادگاه عالی رسیده است. پرونده جنایتی نسبت کریموف خوجه به سود عالی وارد گردید و از جانب سود عالی مورد بررسی قرار دارد. پرونده مخفی است. در صادر کردن فهمیدم پرونده آشکارا بررسی شده است. برای صادر کردن کدام جنایت ها گناهکار دانسته می شود؟ ماده 74 بانکوتیزم، ماده 104 کشتار، ماده 15 قسمی 2 104 سویقست کشتار، ماده 105 قسمای 1 2 3 به گروگان گرفتن، ماده 156 قسمی 2 راهزنی، ماده 221 تعدیل کشتار. این هم باشد این با ماده‌ای که کودکس جنایتی تحویل سال 1961 به تنظیم می‌دهد. فهمم. یعنی برای صادر کردن یک قطار جنایت ها گناهکار دانسته می شود و پرونده مورد بررسی سود عالی قرار دارد. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری همچنین گفت سال 2020 در دادگاه‌های کشور همگی 2 حکم سفید کننده صادر شده، یک پرونده مربوط به شکنجه بررسی شده است. پیوندان مهرانشاه جمعیف افسر میلیسیایی که روز 7 فوریه در ناحیه 5 ختلان از تیر سلاح جان باخت گفتند در رابطه با مرگ او یک همکارش دستگیر شده است. مقامات یک روز پیش حادثه را تصادف نامیدند و تفصیلات نمیدهند. خالق نظر جمعیف امک مهرانشاه روز 8 فوریه به رادیوی آزادی گفت مأمور شعبه کارهای داخلی ناحیه 5 بر اساس ماده کشتار از بی احتیاطی متهم است. پرونده گشودن و تحقیق حادثه شروع شده است. مأمور میلیسا برای از بی احتیاطی تیر خالی کردن که باعث به مرگ مهرانشاه شد گمانبر است، افزود خالق نظر جمعیف. مهرانشاه 25 ساله روز 7 فوریه در شعبه امور داخلی ناحیه 5 جان باخت و روز دوشنبه در زادگاه شهر پنجکن دفن کرده شد. بعد از چند ساعت حادثه یک نماینده وزارت کارهای داخلی به رادیوی آزادی گفت جمعیف هنگام سپردن اسلحه خدمتی در شعبه امور داخلی ناحیه جان داد. وی افزود مهرانشاه بعد از تمام شدن روز نوبتداری میخواست اسلحه‌اش را سپرد، ولی هنگام سپردن اسلحه و تفتیش آن که اتوماتیک کلاشنیکوف تیر دارد یا نه
تیر خالی شده به میانش میزند. نزدیکان مهرانشاه جمعیف گفتند در آغاز به آنها نیز عینی گپ گفته شد، ولی حقیقت حال را در ناحیه 5 فهمیدند. مقامات انتظامی تاجیکستان تا حال رسما در این باره گزارش ندادند. خالق نظر جمعیف میگوید پیوندان کارمند میلیسیایی که از بی احتیاطی برادرزاده او را پرانده است از آنها عذر پرسیدند تا از گناه فرزندشان گذرد. خانواده مهرانشاه جمعیف گفتند حادثه موافق قانون بررسی کرده شود. ایالات متحده آمریکا گفت که 2 سال بعد ترک جلسه های سازمان ملل عاید به حقوق بشر دوباره به حیث ناظر به این سازمان برمیگردد. مارک کاسایر فرستاده آمریکا در شورای حقوق بشر واقع در ژنو روز 8 فوریه گفت ما برخی نارسایی های کار این شورا را به اعتبار گرفته عین زمان درک میکنیم که این منبر برای مبارزه با استبداد و ناعدالتی ها در سراسر جهان خیلی مهم می باشد. بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل یکی از آخرین اقدام های پرزیدنت جو بایدن است که قرارهای رئیس جمهور پیشین دونالد ترامپ را درباره خارج شدن از چند سازمان بین المللی و اهنامه ها را بازبینی میکند. مأموریت سابق کاخ سفید ایونی سال 2018 با اتهام اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل گویا منصفانه عمل نمیکند کرسی خود را در این سازمان ترک کرد. یک انتقاد دیگر آمریکا این بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل طلبات واشنگتن در زمینه اصلاحات را اجرا نکرد و به چندین کشورهای خودکامه حق عضویت داد. در میان کشورهای عضو شورای حقوق بشر چین، کوبا، اریتریا، روسیه و ونزوئلا هستند که هر یک آنها برای پایمالشوی دغلانه حقوق بشر انتقاد میشوند. فعلا آمریکا در این شورای حقوق ناظر بدون حق آواز را خواهد داشت، ولی برای مقامات آمریکایی گفتند که آمریکا تلاش خواهد کرد که یک از کرسی‌های خالی شده اعضای کامل حقوق این نهاد را به دست آورد. مهلت کنونی عضویت افسریا، دانیا و ایتالیا در پایان سال جاری به آخر میرسد. مقامات شهر استقلال یا تبشر سابق گفتند تا به حال در این گوشه ولایت سوخت رسما یگان مبتلای کرونا ویروس نو را ثبت نکردند، اما در این دوره در این شهر گرفتاری به التهاب شش 2 برابر افزایش یافته است. تصدیق این گفته ها از منابع مستقل غیر امکان است و آمارهای مقامات درباره گرفتاری و فوت از کووید 19 از آغاز شبهه و گمانهای را به دنبال دارد. جزئیات بیشتری موضوع را فرزان محمدی از ولایت سوخت تقدیم میکند. دوران زاهدزاده رئیس شهر استقلال روز 8 فوریه در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت که تا حال در این شهر رسما یگان نفر با کرونا ویروس کووید 19 به قید گرفته نشده است. سال گذشته 1200 نفر ساکنان از تشخیص پزشکان گذشته موجودیت این بیماری تایید نگشته است. ولی پزشکان این شهر میگویند بیماری التهاب شش نسبت سال 2019 2 برابر افزوده است. التهاب شش نسبت سال 2019 البته زیاد شده است. 43 حالت بیماری به قید گرفته، 2 نفر فوت از بیماری التهاب شش به قید گرفته شده است. نظر به سال گذشته چقدر؟ نظر به سال گذشته 32 عدد زیاد شدگی. مقامات تاجیکستان در اعلان آماری وابسته به بیماری همگیر و التهاب شش با احتیاط صحبت میکنند و بنابراین ادعای به شفافیت رقم‌های اعلان شده شک دارند. در گذشته خبرهای نشر شده بودند که از حساب کارگران چینی در این منطقه صنعتی گرفتاران کووید 19 آشکار گردیدند، ولی پزشکان میگویند چندی از چینایی ها در شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و خیتای در حدود شهرک زرنسار به این بیماری گرفتار شده و قسمی از آنها را در شهر استقلال کرانتینی کرده بودند. شهر استقلال در 50 کیلومتری مرکز مأموری ولایت سوخت جایگیر شده است و از کمترین شهرهایی است که پاندمی کووید 19 به قید گرفته نشده است. در اینجا 18500 نفر اهالی زندگی میکنند. وزارت تندرستی تاجیکستان از آغاز امسال پیهم درباره ثبت نشدن سرایت کرونا ویروس خبر میدهد، ولی در جامعه شبهه ها به آمار رسمی همچنان باقی است، چون به قول بعضی از ساکنان و کارشناسان مقامات از اول درباره سرایت بیماری شماره مبتلایان و تلفات از آن شفاف و آشکار نبودند. به اطلاع رسمی از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو در تاجیکستان تا آغاز امسال 13308 کس به بیماری همگیر مبتلا شده، 90 نفر فوتیدند. آمار غیر رسمی بیماران و تلفات از کرونا ویروس را در تاجیکستان بیشتر از این می‌دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر استقلال.
بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 9 فوریه چنین تعیین کرده است. بیننده عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با تازه ترین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. برای دریافت خبر و گزارش های از این بیشتر، سامانه رادیوی آزادی و صفحه های ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید و نظر و پیشنهادهای خود را حتما با ما نویسید. تا صبح دیگر، خدا نگهدار هر یک شما باشد.